شوکت تمام دیگر ما رو اون با این لباس ها دستگیر نمیکنن. پیش در بوجه بوی بوجه را میگن حس میکنه که بیا آشنا بیا نمودار کن که رقصیده ایستاده. لوینت اون به شرف انقم اینجا هست. هیچ کس از جاش نجومد. پلیس دستا با بالا. نقاب ها را کشید. شب نشینی تمام. شب نشینی تمام. دست ها با بالا. دستا با بالا. نمیفهمن اونا را. لوینت اومد. کنی اینجا بیا. بیا بیا بیا. او چرا پاو کبیر. رویت رو کشا. کشا. این نیست. کنی تو نقابت را کشا. سردارم اگر امی رو برود مانم با کلتکلس مانند میشه. کنی بردار تو نقابت را بالا کن. این بین روش زیب شپلا. کنی تو اینجا بیا. کنی کشا. این هم نیست. بیا کسی نفهمیده از اینجا روی. کلاس بیت من از هیچ کس نمیترسه. تو چه خیلی گرد دستی هازی هر چه میگیرم پچق میکنم. خاموش باش. چرا دستانت رو برداشته ای؟ کنی کسی نفهمیده از اینجا گریزیم. وایسا پیش درم. عجینه کنی تو نقابت را بالا کن. سردارم اینم نیست. لوینت انیخ وای بیتمن است کو اوست. یک بار دیگر هم زیر لباس بیتمن پنهان شده بود. ایست بیتمن تسلیم شو. ای کلاسی بدبخت اونال از پسی تو نبود مگر؟ چی مرا میگه که تسلیم شو؟ چی میدانم این اونال است آخر. حاضر باز با تو چسبید. کنی پیش درو. یه با شما پرونا برادرم او از پسی من نیست. او بیتمن گفت. بیتمن تو هستی. من گندار. ابا شما ترا نگفتم که بیا تو بیت من شو. همه لباس سیاه خاصیت خوب نداره. اینا کاری کردگی طبیعن کن. زود باش برادر. پیش در رو رفتن گیر. زود باش آخیر. استومار ایست. آه خیریت گریزکنان. نهایت به کار آمدی جناب بیتمن. نگوز لعنتی بیتمن بس استو. ایست لعنتی. این بار از دستی من خلاصی نداری کلتکلس. با این لباس هم گرفتن نمیتوانی. لعنتی کلاسی بدبخت آخر در حق من کارتا کردی. زنده بودیم نیزه بودیم. فراگم شو. کنی اینجا بیا لعنتی. بیا تمام شدی تو کلتکلس. سرت رو بردار. شوکت کمی سرم؟ شوخو چشمت؟ لعینی به شرف. لعینی به عقل. چی بکه؟ باز تو لباسی بیتمن را پوشیدی ها؟ ممکن نیست که اونا همیشه برادرها گفتن همین لباس میزیبد پوش. من نگفتم بزرگ پوشانده. در کجا هست کلتکلس ها؟ در کجا؟ کپوت ماشین بزنم نمیدونم. گب نزن. در کجا تو؟ بابا چه که اونال گب نزن میگوی. آخه من چه خیلی گب زنم گب نزده. گب زن. گب میزنم. اکه اونال همین کلتکلس کجا دای نمیدونم. لعنتی اگر ندانی چرا از ما میگریزی؟ وای میدونی برای چی شما گریختم؟ میدونی شما پلیسین. شما که ندونید من از کجا میدونم. ای خودت چرا از ما میگریزی؟ اکه اونال با دقت گوش کن. تو در گذشته همکار و رفیق من بودی. در خونه کلاس چند بار به نون روی کردی. رفتم نون تام آوردم زدشتم آوردم کو. لوین دختری کلاس چند پدری و مادری کردیم به یاد دست. همین وقت یگان بار ما گریختم از شما. ای ترس یعنی اون پیستولتوی دستون گریختم. چی میگویی ها؟ رفلکس شد که ای شما گریختم. حاضر من به تو رفلکست رو نشان میدم. سردارم اینجا بیهوده وقت رو از دست میدیم. رفته برآمدگاه رو نگاه کنیم. دیگر آدم های نقابدار و نقابهایشون رو کشیم. شاید یکی از اونها باشد. شوکت با این جان تو خلاص نمیشود. پسرم نمیشود. حساب این رو از تو من میپرسم. رفتیم لوینت. همین برآمدگاه ها رو نظارت میکنیم. خوب اکه اونال برای کار با شما برای کار. اوپا من باشم با شب نشینی رفته یکم ترک رقص کنم. تو اونال رو ندیدی همین خیلی؟ نه ندیدم برادر. آروم باش. بسیار خوب. کلاس مرا تشکر نمیگویی؟ این لباسای بیت من گفتی گپ تا گوش کردم پوشیدم. حال امیر نمیپوشیدم میقپیدن. سفسطه نگو شوکت. در 40 سال یک بار به کار اومدی اکنون واهمه نکن. کلاس تو یک آدمی نامینت داری. به خدا خفم کردی. ای خانه اکرم خودت برآمدی ها؟
تونلم خودت یافتی ها؟ تمام. شوکت برای تو هیچی تمام ها؟ شوکت تمام. وقتی زیاد ندارم، به قصر رفتنم لازم. با قصر گفتی؟ تو دیونه خانه بابا اکرم میری. بچه همه شاگردای اونال در همه جای بود دستگیرت نکنه. مجبورم، باید رفته سمیر را پرس و پاس کرده خودم را خلاص کنم، وگرنه اونال مرا به محبس پرتاید دیگر برآمده نمیتوانم. سمیر چی میپرسی؟ چه علاقه داره بای؟ اوف، از قصر کارت را گرفته به سقراط دادگی آدم سمی بوده است. خود در شغل شد، فکرشان نکن، من به این هم رفته بیاناتش را میگیرم. حاضر تو از اینجا برو. برادر با همین لباسات نروی بقپنه. البته همین خیل میروم، دیگر چاره ندارم. با این لباس مرا نمیشناسند. بسیار منطقی است، با منطق، بسیار با منطق است، حتی بسیار با عقلان است. درست دارم منطق. من هم با همین لباس عملیات شروع میکنم. بانو را میدزدم با همین لباس ها. فکر دیدی؟ مرا بید، شکاری میکنی بکن، سرطا در بلا نمون. خیر تا بازدید. تو هم با دقت باش برادر. افت شبی در افت خنک سیاباد خدشه با رنگ کینه ولستلین کلیز کرده. من برم بانو را نگیرم با بتمن با پیش. فهمیدی؟ نه آب نه خوراک هیچ چیز نمیدی. شاید عقلش به سرش آید. تمام. این جزدان را به زهرا بردنم لازم. مایل برادر بره. خیر تا دیدم. مایل بره. وقتای به پولیم در بانو ختم گم نمیزد اینا که پول افتین تماما گمشیده. همکاسب ها مرو نمیکشوی ها؟ ای در که آدم به عقل تایفتی ها؟ کودک دم تا بگی خاموش بیست. با خدا عیب است تو خیر. ای لعنتی که من قدی تو همکاری کردم که مرا همکار میگی به شرف. که راست چی به تهمت کردی؟ به اینم بانو گریخته رفته؟ کانون دیوانه هازی دستی مده میافتی. این همه خیر گردن تا میکنم رنگی چوچوک در بالای دیوال میمونم لعنتی. مرا شوکت میگن شوکت. بانو رو با تو نمیگذارم دیوونه. شرمندگی است. ببینم بانو جان. مایلش جونم. خدا همش به خاطر عشقمان است بانو جان. بسم الله. این کیه؟ اباشه روی این پوریش پکیلوفکه چیه؟ لوینت، دلم میگوید که امشب با جنگاور حتما روبرو میشوم. سردار شما بعد کلتکلش باز با این جنگاور چسبیدید. چه خیلی آدمه؟ این آدم چی کار میکند؟ او در سرش نقاب داره. نقابش رو من هم دیده ایستادم. باش از تو. ایستا یه بچه بگم بزنم دستان تو رو بردار. یه بچه آدم خدیه تسلیم شو. او ایستا طرفی موقع مثل آدم تو خور احمق.
کنی نقابت رو کش بشرف. چی؟ اکای اونال مردی چی تو؟ شفقت. او مایام چخیلین سوزن تنجن لیوی چخیلی با خدای به عقل که اونال ای مرک سوزی؟ تفشف. سروسی من نشاو میفهمونم بود چرا میفهمونی؟ ای نپرسه که اونال کارهایی که میخواستم و خیلی نشید کنی فهمون کنی؟ میدونی در سرم یک نقشه زور داشتم اما اون نقشه دیگر شد به سری ساله رفتم نکی من کلا آوردم گپ نزن خاموشی. لبن دستانش رو بند یک شب محکم کنه به فکر مادام میشود. مردک من کارو بردارم خیلی نکه ای بای یا که اونال همی کار داشت از مانش برو که اونال چی کار داری؟ چکری چینی میرم که اونال دمت رو گیر لبن گیر. شوکت راستی گفت فرمانی سردار وقتی که فرمان سردار داد سردار فرمان داد باید اجرا کنه خیلی یک میدید بچه دست ما شکستی لیبو شوکت دیوونگی را بس که چلیکات همیشه لیبو چلیک شکنک لیبو اکای اونال ای بای بخدو یک سغیره چشم دیدن نداره ای خدا نمیترسین این مسئله چونی نیست به عقل کنی شین با ماشین بیره ماشین ما همه کنم به بزنی عقل نیست دیوونه که تو آدم میشه بی نه بخدو کرکر نام خریدم شوکت دیوونگی نکن در برش بشینیم اکا که شما میرم ببین در جا چی؟ مردک چی بس. میگویم؟ یک کار داشتم امور حل میکردم میومدم یه مردک بی عقلی با پولیس کار دارم